دارند و خیلی نایاب هستند. اما وقتی زن خود را در معرض تماشای همگان قرار می دهد، از سنگ‌های سر راه هم بی ارزش‌تر می شود. تو گمان می کنی که وقتی خود را در معرض تماشای مردان بوالهوس می گذاری کار خوبی کرده ای، ولی بیخبر از آن هستی که روزی در همین دنیا غضب خداوند دامنگیرت می شود و از کرده خود سخت پشیمان می شوی که هیچ سودی ندارد. من یک برادر ایمانیت به ایمان تو خطاب کرده می گویم که وقتی به واسطه وایبر و واتساپ و غیره خود را برای مردان بوالهوس چشمچران نمایش می دهی، با آنها به مثل مردان سخنان فحش و بی‌حیایی می گویی، باری هم فکر کرده ای که روزی در پیشگاه خداوند از این کار زشت و گناه بزرگت پرسیده می شوی و آنجا جوابی نمی یابی؟ آیا فراموش کرده ای که تو مسلمان و مسلمان زاده ای؟ فریفته سخنان مردان بوالهوس بی غیرت نشو. همینها بودند که این گفتگوهای فحش و چهره تو را نوار برداری کرده در معرض تماشای همگان گذاشتند و تو را شرمنده و رسوا کردند و رذالت و فرومایگی خود را نشان دادند. خواهر عزیز، شرم و حیای تو کجا شد؟ خود را بیش از این شرمنده و رسوا مگردان. آبروی همه زنان را بردی. دیگر زنان مسلمان از زن بودنشان شرم می دارند. این شرم و حیا است که زن را زیبا می کند و به حیات پاکیزه و کامیابی ها می رساند. اما این بی‌حیایی و دشنام و حقارت های فحش زن را به پستی و شرمندگی می رساند که عاقبت غضب پروردگار او را دامنگیر می شود و در همین دنیا به سزای عملش می رسد. حالا تو زیبا و مورد توجه مردان هستی که با این نعمت داده الله متعال می نازی و خود را برای مردان نمایش می دهی. با آن زبانی که خداوند یک نعمت بی‌بها به تو داده است دشنام و حقارت های فحش می گویی. ولی فراموش نکن که روز خداوند این نعمت زیباگی، جوانی، سلامتی را از تو می گیرد و تو را در آن زمانی که زن از همه زیادتر به شوهر محتاج می شود، یعنی بعد از سپری شدن ایام جوانی، از نعمت شوهر محروم می گرداند. هیچ مرد صالح با تو ازدواج نمی کند. هیچ یکی از این مردانی که با آنها در علاقه هستی تیار نیستند با تو ازدواج کنند و به مثل انسان همراه تو زندگی کنند. تنها به خاطر یک ساعت همخوابگی با تو در تماس می شوند و بعد از آن که به مقصدشان رسیدند تو را به مثل کاغذ تشناب می پرتایند. پس خود را اینقدر بی ارزش مگردان. خواهر عزیز، مگر آزادی شما همین است که شما را اینقدر بی ارزش کرده است؟ خواهر عزیز، تو به کی پیروی داری؟ تو به آن زنان پیروی کن که آنها در تاریخ بشریت در حیا و عفت و پاکدامنی تا روز قیامت عبرت دیگران هستند. در روایات آمده است که زنی بود خیلی پارسا و پاکدامن.